أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ندارم من به غیر از تو امیدی. روز جمعه است، متعلق به امام زمان روحی له الفدا. ندارم من به غیر از تو امیدی، ز من بگذر گنه دیدی ندیدی. تو غفار ذنوبی و تو ستار، منم مجرم، منم عبد گنهکار. خدایا اعتراف میکنم ندانستم اگر کردم گناهی. به خدا قسم غافل بودم. خدا ندانستم اگر کردم گناهی. تو آگاهی ز حال من الهی. به غیر از درگه لطف تو یا رب، کجا رو آورم در این دل شب. به جز باب تو درها جمله بسته، گدایی بر در عفوت نشسته. صلواتی بفرسته. خداوند متعال بهترین بنده های خودش رو در دنیا امتحان کرده، حجت رو برای ما تمام کرده. هم انبیایش رو امتحان کرده، هم ائمه‌اش رو امتحان کرده، و هم مؤمنین و عباد رو، متقین رو. محمد ابن ابی عمیر از محدثین زمان امام رضا بوده. بسیار شخص جلیل القدری است. این شخص رو هارون گرفت. نمونه از متقین رو براتون مثال میزنم تا منتظرین واقعی معلوم بشود چه کسانی هستند. مأمون گرفت، 4 سال او رو در زندان انداخت به جرم اینکه ائمه رو دوست داشت. یار امام رضا بود، محب امیر المؤمنین بود. 4 سال صبر کرد. گفت باید محبین علی ابن ابی طالب رو یکی یکی معرفی کنی. ناامید شد هارون. آوردش از زندان بیرون. گفت در ملأ عام 100 تازیانه بهش بزنی تا اعتراف کند، محبین امیرالمؤمنین رو معرفی کند. یونس ابن عبدالرحمن از محدثین بسیار بزرگه، تو همین از زندگی میکرده.
ایشون نقل میکنه، میگم من ایستاده بودم محمد بن ابی عمیر رو تازیانه میزدم، خدا خدا میکردم خدایا مبادا درد این تازیانه ها موجب بشود که محمد بن ابی عمیر محبین امیرالمؤمنین رو معرفی کنه. میگفت تازیانه میخورد و ذکر میگفت، منتظر اینه. ناامید شد هارون، گفت ولش کنی، اینا اهل خدا، اهل معامله نیستن، رهاش کردم. ایشون وضع مالیش خوب بود، برای خودش حجره‌ای داشت، تجارتی داشت، خب تمام اموالش رو از دست داده بود. دید در خانه رو میزنم، خانه خالی، در خانه رو باز کرد، گفت محمد بن ابی عمیر ما رو میشناسی؟ گفت نه. گفت انقدر تو آدم کریمی بودی، من آمدم بهت گفتم گرفتارم، احتیاج به مال دارم، دست کردی تو خزانه و از اون خزانه مالت به من مبلغی دادی، حاجتم رو برآورده کردی، خدا جزای خیر بهت بده. شنیدم آمدی خانه خالی، هارون در حق تو ظلم کرده، من آمدم بدهی خودم رو بدم. ببینید اهل خدا رو، الله اکبر. گفت به من بگو این پولا رو از کجا آوردی؟ گفت 6 تا کیسه دستش بود. گفت محمد بن ابی عمیر برات مخفی نکنم، دیدم گرفتاری، خونم رو فروختم، پولش آوردم به تو بدم. گفت یه دونه از کیسه ها رو بده به من. کیسه رو گرفت، بازش کرد، یه دونه از سکه ها رو در آورد. گفت بهش گفت فلانی به خدا قسم من حتی به این یه سکه‌ای که می‌بینی از این کیسه در آوردم محتاجم، اما از تو نمیگیرم. برگردون تو کیسه، کیسه رو بس بهش داد. گفت چرا؟ گفت به احترام کلام امام صادق. فرمود کسی معونش رو که جزوش خانه هست نمی فروشد تا دینش رو ادا کنه. من به احترام امام صادق نمیگیرم. منتظرین اینا، اهل خدا اینا، اینایی که منتظر واقعیان اینان. حالا به خودمون برگردیم، تو رو به خدا ماها چجور زندگی میکنیم؟ تو این گرفتاری ها چگونه معامله میکنیم؟ پس فاصلمون زیاده، خیلی فاصله داریم. چه کنیم نزدیک شویم؟ فرمود اولین شرط انتظار ایمانه. منتظر واقعی کسی است که ایمان داشته باشد. ایمان رو در لغت به معنای قبول کردن معنا کردن. میگویند ایمان یه قسمتش علم، قسمت دیگهش معرفته. من علم پیدا میکنم خدا هست، علم پیدا میکنم قیامت هست، بعد معرفت پیدا میکنم، میفهمم خدا که هست، گفته این گناه رو نکن. نمونه تاریخی فضیل ابن عیاض یه دزد بود، میدونست خدا هست، میدونست پیامبر هست، میدونست حساب و کتاب هست، علمشو داشت اما معرفتش رو نداشت. میامد خانه های مردم، قلدر بود، شخص زورگو بود، از بالای پشتبونای مردم حرکت میکرد، مردم صحبت نمیکردن، جیک نمیزدن. از بالا پشتبون که حرکت میکرد نگاه کرد، نگاهش افتاد به یه دختری در حالی که داشت دست و صورتش رو میشست. وقتی که کسی از خدا فاصله گرفت دیگه این نورانیت کور میشه،
دیگه این چشما به معصیت عادت میکنه. به صاحب خونه گفت منو میشناسید؟ گفتن بله. گفت من خیلی معذرت میخوام، میگم که مطلب خیلی واضح بشه. فکر من رغبت پیدا کرد به کار خلاف. گفتم تو زورگو هستی، بلدری، ما تسلیمیم. روز بعد که اومد دید صدای قرآن میاد، یه نفر داره تلاوت میکنه. الم یعن للذین، آیا کسانی که ایمان آوردن وقت آن نیست که قلبشون در مقابل خدا خاشع بشه، مقابل خدا افتاده بشن، احکام خدا رو با معرفت قبول کنن و عمل کنن. یه لحظه علم رو تبدیل به معرفت کرد. گفت چرا؟ من نمونهشم. وقتشه. دست از گناهش برداشت. علم داشت اما معرفت نداشت. لذا باید ایمان کاملی باشد تا شخص بتواند منتظر واقعی باشه. خب چرا بعضیا ایمان ندارن؟ بعضیا جاهلن، نمیدونن. بعضیا آگاهی ندارن. وظیفه من است، من عمامه به سر، اول خودم رو بسازم، بعد ایمان به این جوانها و نوجوانها و کسایی که به دین رو می آورن بفهمونم. نمیدانم، خبر نداره. بعضی هم انقدر مشغول دنیا، انقدر اطلاع به دنیا دارن که اصلا فکر ایمان نیستن، نمیدونن ایمان چیه. ولذا یه وقتی میرسه آگاه میشن، همه چیزشون از بین رفته، این فایده نداره. الان در خانه کی رو بزنه؟ پول از مردم نزدش هست، به مردم ظلم کرده، وعده داده عمل نکرده، تجارتش کار و کسبش با حرام و حلال بوده، هر چه تونسته دروغ گفته در معامله. الانم به یه سنی رسیده نه برگشت داره، چون حق مردم خدا نمیگذره، خدا از حقش میگذره. تو نعوذ بالله شیطان گولت زد، یه خلافی رو در خلوت مرتکب شدی، برو در خانه خدا بگو خدای از من بگذر، خدا میگذره. اگه ایمان داشتی خدا دستت رو میگیره، خدا مبتلا میکنه انسانها رو، توی محاصره قرار میده تا امتحانشون رو پس بدن. دنیا داره امتحانه. فرمود لو کانت دنیا لاحد لکان الانبیاء احق بالبقاء. امام حسین در دشت کربلا فرمود، گفت دنیا داره فناس، اگر برا بقا بود انبیا اولاتر بودن که تو دنیا بمونن. آدمای متقی اینند، صبر کرد اما ایمانش قوی بود. گفت خدا امورش رو برگردان. به زنش گفت زن، اون شب تو دل مرا سوزاندی، تو لفظی رو به کار بردی که وجودم را آتش زدی. بیا ببین علی و فاطمه چه میکنن. میگه آوردمش تو حجره، گفتم ببین روزی من از روز اول بهتره. اینم مراجعه کنندگان دفتر فاطمه و علی ابن ابی طالب. یه وقایعی تو زندگی انسان رخ میده که معنای انتظار رو از شما میگیره، شما رو مایوس میکنه. اینا همش امتحانه. متقین کسانی هستند که در وقت امتحان
معنای انتظار رو عملا نمایان کنم. 38 روز اینا همش عبرته. نمرود آتشش رو مهیا کرد، فرمود کونی بردن و سلاما. ای آتش 38 روز است گداخته می شوی، اما برای این نبی، بر این بنده صالح ما امان باش. یعنی چی؟ یعنی آقا تو اگه تو مشکلات قرار گرفتی، اگر دنیا بر تو ضیق شد، من این مثالها رو در قرآن میفرماد، این قصص رو می آورم، ای اولوالالباب عبرت بگیرید، درس بگیرید. نبی من رو میخواهند در آتش بیاندازن، اما اراده با منه، من هرچه اراده کنم. مگر ممکنه کسی خالصانه در خونه خدا بره خدا او رو رها کنه؟ لذا انسان در امتحان نباید خسته بشه. ایوب و ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ببینید نبی با خدا چگونه سخن میگه. مریض شد، بچه‌هاش مردن. ایوب شخص ثروتمندی بود، تمام داراییش از بین رفت. خدا میگه اذکر، به من و تو، اذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. شیطان مرا احاطه کرده. زنش اومد بهش گفت که ایوب از خدا بخوا. ببینید چه جوابی داد. اللهم انت اخذت و انت اعطیت. خدایا من راضیم به قضا قدر تو. اینا همش امانته، بازی دنیاست. این اموال و دارایی دنیا همش دست ما امانته. و خدا نکند کسی ادعای انتظار کند و مال رو شیطان براش بازیچه قرار بده. این کسی که سر سید الشهدا رو میبرد برای یزید شعر میخون: املأ رکابی فضة او ذهبا انی قتلت سیدا محجبا قتلت اشرف الناس اما و ابا. میدونست که این سید الشهداست، پدر و مادرش برترین انسانهای روی زمینن، ولی میگفت جیب منو پر کن. املأ رکابی. سید الشهدا از این ترماه پرسید: ترماه، مردم کوفه برا من نامه نوشتن، 8000 به تعبیری 6000 اشراف کوفه چی شد؟ گفت اما سید الشهدا اشراف کوفه جیبهاشون رو پر سکه و طلا کردن. مردم هم سید الشهدا قلبشون با توست، اما اگه شمشیرا بیاد بیرون جلو تو وای میسا. اینا منتظرن، اینا متقین، اینا افرادی هستن که برگزیده خدا. این شیخ صدوقه، قبرش خراب شد. ببینید نمونه های الهی رو، ببینید این علما چه بودن که دین رو تا به امروز رسوندن. بذارید یه جمله هم بگم. پیامبر تو بستر بیماری بود، پیامبر تو بستر بیماری بود. از اون لحظه نقشه کشیدن دینو از بین ببرن. خیلی تعارف نمی کنم با شما. از اون لحظه تا این لحظه ای که من رو منبر نشستم دارم بحث میکنم، تمام قوای کفر جمع شده است که خط اصیل اهل بیت رو از بین ببره. همون زمان پیامبر تو بستر بیماری بود، متهمش کردن به هذیانگویی. گفت برید براتون بنویسم.
خوشبختیتون رو امضا کنم، آیندهتون رو تضمین کنم. گفتن ولش کنید، داره هزیون میگه. پیامبر تشییع جنازش باید با عظمت برگزار بشه، نشسته بودن سقیفه برنامه میریختن. اینا منتظرن. بهترین بنده خدا که پیامبر اکرم تمام قد می ایستاد، دستش رو سینش می گذاشت، فداها ابوها، جانم فدایت دخترم، نازدانم، جاشو بهش میداد. بین در و دیوار قرارش دادم. پیامبر رو زانوش می نشاند، رو شونش می گذاشت. زنش رو مجبور کردن مسمومش کنه. یه روزی رسید که امام حسن یک نفر حامی نداشت، حتی فرمانده لشکرش بهش خیانت کرد. این هم سید الشهداست، سیدا شباب اهل الجنه. اومد جلو قوم، بهشون گفت من چیکار کردم به شما؟ میدونی چی جواب بهش دادن؟ بگفت آب بدی، این بچه ها تشنه‌ان، من برای خودم نمیخوام. گفتن تو رو رها نمی کنیم، نقتلک عطشانا، لب تشنه تو رو میکشیم. گفت چرا؟ گفتن بغضن لابیک، به خاطر اینکه ما کینه پدرتو داریم، امیر المؤمنین روحی له الفدا. اینا چه کردن با اهل بیت؟ ما چه کردیم؟ ما منتظر واقعی هستیم، دفاعمون دفاع، اخلاقمون اخلاق این شیخ صدوق، این مرد بزرگ. 300 کتاب رو تألیف کرده، افتخار تشیع. قبرش هم تو شهر ریه، کنار این عبدالعظیم حسنی، این مرد بزرگ که خدمت امام هادی رسید. گفت آقا جون این دین من. گفت دین تو درسته، از محدثین بزرگه. قبر شیخ صدوق خراب شد. به فتحعلی شاه گفتن که قبر شیخ خراب شده. گفت تعمیرش کنید. تعمیر میکردن، دیوار قبری لحد ریخت، جسد پیدا شد. اومدن بهش گفتن فتحعلی شاه این کیه تو این قبر؟ این حنایی که به دست زده، خضاب که به دست زده، هنوز رنگش تو دستاشه. بعد از صدها سال کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. به انسان گفت کافر شو، گفت کافر شو. بعد بهش پناه برد، گفت من دیگه کاری نیستم، پناه ببر به خدا، من دیگه قدرت ندارم. کمثل الشیطان اذ قال للانسان، به انسان گفت کفران بورز، از خدا دست بردار. انسان دست برداشت. بعد بهش متوسل شد. ذیل این آیه قرآن قضیه‌ای رو مفسرین نقل کردن، قضیه بلسیسای عابد رو. میخوام ببینم تو از این عباد مقامت بالاتره که شیطان اگر احاطت کرد میتونه خلاصی پیدا کنی، میتونی خودت رو نجات بدی. دختر رو آوردن، گفتن تو اهل خدایی، عابدی، این امانت پیش تو، از خدا بخوا، خدا حاجت رو برآورده کنه. شیطان گولش زد. عابد 70-80 ساله رو، بعد من و تو چی؟ گفت ای وای، چون به شیطان برد. عابد رفت پیش شیطان دیگه وقتی خلاف کرد. گفت ای وای چه کنم؟ گفت این دستاتو بذار رو گلوش، فشار بده. وقتی پشت سر شیطان رفتی تا آخر باید بری.
دستها رو گذاشت روی گلوش، فشار داد. دختره از دنیا رفت. گفت چه کنم؟ گفت تا اینجا با تو بودم، من دیگه بعد از این دست من نیست. بله، کار رو دیگر رهات میکنه. تو چارچوب که تو رو قرار داد دیگه با تو کاری نداره. آمدن گفتن عابد، این دختر ما رو دعا کردی خوب شود، چه بگویم؟ شیطان دیگه کار تمام کرده. بردنش رو چوبه دار. گفت شیطان عجب نامردی بودی. گفت نه. گفت کمکم نمی کنی؟ گفت سجده کن به من تو چوبه دار. گفت نمیتونم. گفت چشاتو ببند و باز کن برا من بسته. چشاش رو بست و باز کرد. گفت من نمیتونم برات کاری بکنم. عابد 70 ساله اهل خدا، کسی میتواند حاجت رو برآورده کنه؟ اهل جهنم از دنیا رفت. ابو بصیر میگه ما یه همسایی داشتیم خیلی لاابالی بود. میرفتم در خونش رو میزدم، از اصحاب امام صادقه. در خونش رو میزنم آقا اینقدر لهو و لعب نکن، اینقدر لذت از دنیا نبر، فایده نداشت. یه روز دیدم در خانه ما رو میزنم، در رو باز کردم دیدم همینه. گفت من هر کار بکنم دست از گناه بردارم نمیتونم. اگر رفتی پیش امامت بهش بگو بر من دعا کنه. بگو چه کنم؟ ابی بصیر که مدینه آمدن خدمت امام صادق، جریان همسایه رو بهش گفتم. فرمود برو بهش بگو دست از لذات دنیا بردار، من روز قیامت شفیعتم. انسان وقتی که کلام سالم و صحیح رو میشنوه قبول میکنه، خصوصا از امام معصوم. ابی بصیر بهش گفت من مطلب رو به امام صادق گفتم، امام فرمودن بگی دست برداره من شفیعش میشم. 2-3 روز بعد میگه در خانه ما رو زدم، گفتن این همسایت مریض شده داره از دنیا میره. آمدم گفتم ها رفیق چی شد؟ گفت من ملتزمم، اون چی که آقا به من گفت من عمل میکنم. حتی لباسهایی که داشتم به مردم دادم، من هیچی ندارم. میگفت من 2-3 روز میآمدم، روز آخر مرگش بود، رفتم پیشش چشاش بسته بود، چشاشو باز کرد گفت امام تو به قولش عمل کرد، چشاشو بست از دنیا رفت. ابو بصیر میگه رفتم مدینه خدمت امام صادق، هیچی نگفتم. به من گفت ابو بصیر ما به اون دوستت وفا کردیم، عمل به وفامون کردیم. منتظر میخوای باشی؟ میخوای اهل بیت دستت رو بگیرن؟ باید بعضی مقدمات رو انجام بدید، اجازه بدید جمع کنم مطلب رو. باید دل به گناه نبندی، اگرم بستی کم کم جدا شو از گناه. حاج آقا نمیتونم، چشام این ور اون ور میره. عادت کن این چشای مبارک رو وقتی را میری رو زمین قرار بده. این بزرگان اهل تقوا توی قوم ما از بعضی از خیابون اصلا نمیرن، حرکت نمیکنن. میگم چرا حرکت نمی؟ میگه میترسم این نگاه من غافلانه رو صورت یک کسی بیفتد که خود رو تزیین کرده، متاسفانه در این زمان در معرض قرار داده نورانیت از من بره. باید انسان خودش رو از وابستگی گناه جدا کنه. ما یاد گرفتیم توجیه میکنیم آقا چرا دروغ میگی؟ نه هیچ اشکالی ندارد. به خدا قسم همین هیچ اشکالی ندارد اون نورانیت معنوی رو ازت جدا میکنه، تو رو به راه دیگه میبره. منتظر واقعی
کسی است که کاراشو ارزیابی، هر روز مورد ارزیابی قرار بده. بستر خواب که میره، خدایا من امروز قلب کیو شکستم؟ خدایا چه کردم؟ خدایا روز رو چگونه گذروندم؟ حساب کنه نفسش رو و به تدریج خودش رو اصلاح کنه. نمیشه. آخری معذرت میخوام با تمام این اموری که امروز خونه های ما آمده و مع الاسف، آیا میتوانیم خانواده‌مون رو کنترل کنیم؟ میتوانیم کسی باشیم که اگر کسی ما رو دید رحمت بفرستد برای امام صادق؟ از خانه هامون شروع کنیم که منتظر واقعی باشیم، از زن و بچه‌مون، بعد بریم تو اجتماع، حرکاتمون، سکناتمون نمونه باشه. امام زمانم به ما عنایت کنه، اجازه میدید که بریم در خانه طفل 6 ماه؟ این قضایایی که تو کربلا گفتن خدا کنه دروغ باشه. من نمیدونم، مورخین ما مورخ که نداریم، اما خیلی دردناکه. واقعا اومد جلو برادر، گفت برادر ناله رو میشنوی؟ گفت این علی اصغر منه. گفت شیر خوش شده، طفلم شیر میخواد، لااقل به این قوم خطاب کن، یه قطره آبی بهش بده. آمد جلو قوم، بهشون گفت شما با من دشمنی داری. این کودک که گناهی نداره، ظلمی به شما نکرد. لا 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 اینو ای نور اینا که گشتی آخرین یار حسین. دور برش دید دیگه کسی نبود، کودک رو از خواهر گرفت، آمد جلو به قوم. خدا کنه دروغ باشه، میگن هرمله وقتی رفت تیر بخره، کسی که تیر رو میفروخته بهش گفته هرمله این تیرا رو که من درست کردم برای شکار شیر درست کردم، مبادا بچه یا آهو رو مورد هدف قرار بدی. مورخین کربلا نوشتن همون تیر رو تو کمان گذاشت، ولوله شد طلب آب کرد، ولوله شد بین لشکر عمر ابن سعد، صدا زد پدر رو بزنم یا پسر. گفت مگر سفیدی گلور بچه رو نمیبینی؟ خیلی معذرت میخوام امام زمان. اصحاب مقاتل نوشتن یک لحظه سر بچه از دامن سید الشهدا جدا شد، فذبحه من الورید الی الورید.